قیمه نثار اصیل قزوینی بکشم. این از کوفته هامونه. این کته هامون. شما ببخشید من معذرت. سلام، شاه محمدی هستم. 14 ساله دارم به طور حرفه‌ای آشپزی میکنم. حرفه‌ای که دارم میگم به سبک سنتیش، نه به سبک امروزی، به سبک قدیم داریم آشپزی میکنیم. رستوران من داخل بازار بزرگ قزوینه، داخل الاف راسته، ورودی پی فروشا. بعد سمت چپ رستوران شاه محمدی. اینجا همه نوع غذا داریم. غذاهامون همه سنتی هن. از قیمه نثار بگیرین، جوجه کباب، کوبیده، دیگه برای شما میگم زرش کلو، بامرغ، قرمه سبزی، قیمه بادمجون، فسنجون، کوکو سبزی، میرزا قاسمی، ماکارونی، دیگه برای شما میگم جیگر تابعی، کتلت. فکر کنم کوفته رو گفتم. کوفته هامون مغز داره. کوفته هامون مغزاش شامل آلو، دیگه برای شما میگم پیازداغ، گردو، زرش، دیگه اینا رو داریم. هر روزم یه غذای روز داریم. بعد همین الان میخوام یه زرش کلو بکشم برای مشتری عزیزمون. این از زرش کلوهامون که سسش هم بعدا میذارم کنارش. این قیمه نثار تک نفره هامونه خورش داشته. اینم آجیل روی قیمه نثارمون. زرش کلو با مرغ، قیمه نثار. سسش هم بذار بریزم. اینم سس مرغمونه. بعد یه کاسه خورش پسته بودن از ما. اینم خورشت قیمه نثارمونه. قاشقاشونو بذار داخلش. نه اونجا بس. هم یه قیمه نثار اصیل قزوینی بکشم. قیمه نثار اصیل قزوینی. یه زرش کلو. اینم از زرش کلو. از این سالاد کلم ماست برای مخصوص قیمه نثارمونه. دست سازه.
سالاد شیرازی همون مخصوص قرمه سبزی همونه. محمد جان اینا رو هم ببر. این الان فسنجونمونه، فسنجون قزوینی با ریز قلقلی های توش چخ کرده. این هم قرمه سبزی های خونگیه. کلا ما غذاهامون اینجا همه خونگیه. قرمه سبزی هامون با گوشتای 100 گرمیه. بعد به سبک قدیمی درست میشه با لوبیا قرمزه. بعد این هم قیمه بادمجونمونه، قیمه لپه که کنارش بادمجون و سیب زمینی سرخ می‌کنیم. این هم از کوفته هامون، این هم از کوفته هامونه. مغزاره، مغزش مغز گردو و پیازداغ و زرشک و آلو. اگه دوست داشت با تخم مرغ هم میتونه توشو پر کنه. این هم از قیمه نثار مخصوص قزوین، شهر قزوین. این هم قیمه نثارمونه. این هم که از زرشک پلو با مرغام کاملا بخارپزه. اینا دورچینای قیمه بادمجونمونه، بادمجونه با سیب زمینی سرخ کرده. کلا غذاهای رستوران ما خونگیه، مامانپزه، مثل قدیما که همه رو با دست انجام میدادن. ما هیچ گونه وسیله های سنتی نداریم اصلا، همه سنتیه. یعنی از قابلمه هامون بگیر، از ظرف و ظروف هامون بگیر، به سبک قدیمه. یعنی اینجا هر کی غذا میخوره فکر می‌کنه تو خونه خودش نشسته داره غذا میخوره. یعنی سالادامون، همه چیزمون به سبک روال قدیما که 30-40 سال پیش مادرها غذا درست میکردن. اسم این رستوران رو گذاشتم غذاهای مامان‌پز. یعنی فکر می‌کنم تو خونه ماماناشون براشون غذا درست کرده. اینم ماکارونی‌های تک نفرامونه که دم میذاریم برای مشتری، کنارش خیارشور و کلم و یوستا سرو می‌کنم. اینا همشون ماکارونیه؟ اینا ماکارونیه. نه اینا کته است. این کته است، این ماکارونیه، اینا ماکارونیه. بعد ماکارونی باز اون برم داریم. خیلی هم عالی. این کرهه برای چی؟ اون کرهه رو برای جوجه‌مون، برای کوبیدنمون. گرمش می‌کنین که آماده؟ نه، این جوجه کوبیدنمون رو با کره قطع میدیم، بعد میذاریم که خوشمزه‌اش کنه. خیلی هم عالی. از خشکی در بیاد. هنوز نیومده. هنوز غیر آماده بشه. میکشم اونجا شما بدونید. این تک نفر است. غذاها همه آخر روز تموم میشه. ما اینقدر غذا درست میکنیم که دیگه آخر وقت میخوایم بریم فقط ظرفا رو بشوریم، یه پیازداغ آماده کنیم که برای اول هفته که میایم غذاهامون آماده باشه. خانم چگینی؟ این قیمه بادمجون آماده است ها. این هم آجیل قیمه نثار ماست. برای زرشک پلو مثلا جان، برای زرشک پلو، برای قیمه نثار، برای قیمه لپمون هم خیلی ها دوست دارن با زرشک سروش کنن، برای اونم میریزیم. اونم درخواستی اگه هر کی دوست داشته باشه براش میریزیم. خیلی هم یه قیمه نثار. برنج هم روش. این هم از آجیل مخصوص قیمه نثارمون. بریم که یه فسنجون بکشیم. این کته
سفره هامون. اینم از خورشت فسنجونمون. چقدر قشنگ روغن انداخته جا افتاده، نه آبکیه نه چیز، قشنگ حسابی خورشتمون جا افتاده. خورشت وقتی که روغن میاندازه نشانه اینه که قشنگ جا افتاده. پسر دایی؟ ببخشید از شرمنده آرد میشه. خواهش دست شما. دست شما. جا. آره این برای ایشون هم ببرید. خب چیگه بشقاب زیرش گذاشتی، قاشق چنگال براشون گذاشت. اینم بشقاب تموم شد که هزینه داره. قیمتی چرا؟ این تنور قدمت خیلی زیادی داره. توی توضیح بدین اصلا دوربین میکروفون داره چرا دوربین هممون ضعیفیم الا این آقا. قدمت اینون چند آقا شد؟ قدمتش قیمت یا قدمت؟ قدمت مثلا این طرف بزنم که شما راحت تری این گرفتم. دوربین
ببینید چقدر کوچولو شده. تنور چجوری درست شده؟ تنور با گل مخصوص با شیره و با موی بز. اگر نباشه به غیر از اینا همش میریزه مرد میشه. تنور سنتیه دیگه. میگن تنور سنتی بود. آجا مرزا. آها به چه کاری؟ نامونه جوه. بیا اینجا من ردش بیارم شما مرحله آخرم بریم. مواظب باش. اوکی. خیلی بده. شما ببخش من معذرت. Hi guys, how are you? Let's go together exploring this beautiful bazaar. Come on. نوزاد نفتی از این کوچیکتر ما نداریم. ببینید کوچیکترین سایز ما نیست. آره آلومینیوم. اینو من بهت گفتم. چیه؟ الان میبری دیگه. اولم دوباره بری دیگه.
خورد داره چنده آقا؟ کله پاچه؟ 850 950 جواب بده. اینجا رو کرده آقا یه چند تا دونه از این برای من میکشی؟ So fresh. These are the lamb meats. Guys. Wow, look at these sweets. من وقتی میگیرم خارجی رو میبینن نه ایرانی. آره مگه اصلا این پا میگم همه نه خودت دعوا میکنه یکی رو از ما بخواد دیگه باره کنگر شده. 1 کیلو میخواد جان. آره 1 کیلو.
کارتون داری؟ نه داداش همین 60 بدم پول ندارم من بدم که. کارتخون نداری؟ نه چند کیلویی؟ 2 کیلو بگیرم. شما اون چقدر ما وزنه؟ 1 کیلو خریدیم 60. اما 1 کیلو. الان چه شیرینی شما درست می‌کنید؟ ما الان داریم این شیرمال رفیقم داره باز میکنه، اینم نون خرمایی دارم میزنم. چونه‌شو میگیرم برای نون خرمایی. مواد بعداً پخش شد میره توش. بعد اون وردنه اینو با وردنه باز میکنیم، روش خرما میزنیم، بعد میشه نون خرمایی. کجاییه؟ این نون خرمایی نون فطیر بهش میگن. برای از کجا اومده؟ فطیر در کل میگن مال اردبیله، مال زنجانه. ولی ما شینی‌های دیگه، کلوچه‌های دیگه هم میزنیم، مثلا کلوچه فومن میزنیم برای خود فومن، کلوچه اصل فومنه، دیگه نارگیلی میزنیم، کیک یزدی میزنیم، هر چی خوشمزه است شما پس کشمشی و اینا رو همه رو میزنیم. پیروشکی، انواع اقسام پیروشکی ها رو میزنیم. این آب با چی قاطی شده؟ آرد دیگه بهت بگم، زعفرونه، شکر، آب، تخم مرغ، خمیر مایه است.